اومدیم قلعه گردن شهسوار و همون تانکاوان گردش تو خانه آباد داریم تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. چپ میره فردوسی غربی شرقی، چند دفعه چپ میخوره به دوباره کمربندی و برات اونجا منظرم ماشین خواه با تصدیقه شد. حالا بریم پایین تر هم براتون ویو بهتر داریم. ولاگ 2000 ما حرف 2000 میده باتون اصلا میدونی ریزی بزنیم. ساعت امامو دزدیده، ساعت میدونه میگم. سلام دوستای عزیزم، همشهریای گلم، صبح زیبای تابستونیتون بخیر و شادی باشه. مرتضی هستم، اومدیم یک ولاگ رانندگی از شهسوار به خرم‌آباد. خوردم تو خرم‌آباد قراره بگردیم. امروز 20 شهریور ماه، ساعت هم 9:26 دقیقه. اینجا میدون امام شهسوار. یعنی میدون رو دور بزنیم به سمت سرای خرم‌آباد بریم. دست چپ ما شیطان بازاره. اینم پل زیبای چشمکیله. این تازه گرفتن آسفالتش کردن. یه سری سنگفرش میکنن، یه سری آسفالت میکنن. منم مرتضام، اسمم نمیدونم گفتم یا نه. اینم پل تاریخی چشمکیله. روایت زیاده، تخم مرغ ساختم و سفیده ساختم و زرده ساختم، هرچی هست خیلی محکمه. دم مهندسینش کرد. اینجا مخابرات سابق. اینم سرای خرم‌آباد. ما میریم به سمت راست، مستقیم که میره به سمت عباس‌آباد و چالوس و سبز میدان. ما دست راست رو همشهریامون همه راهنما میزنن اصلا. اینم سینما انقلاب ایران. انقلاب سینما ایران طرف باشگاه امام رضا بود، این انقلاب. اینو بچهای نوجوان خاطر زیاد داره. این ماشینا میبینین همشون خط خرم‌آباده. امروز هوا خنک هست ولی خورده باز دم داره. این مدرسه امین، ابتدایی امین غیر انتفاعی. بخش خرم‌آباد هم که جزء شهرستان تانکاوانه. برو دیگه حاجی، همه مغازه رو بررسی کنی. حالا امروز به خاطر تعطیلات یه خورده شلوغه. فقط شهسوار نه، کلا شمال شلوغ شده. گدا چقدر زیاد شده. چند روز پیش رفتیم بازار شاندرمن، تعداد گدا از هم فروشنده ها بیشتر بودم از خریدارا. اینجا سمت چپ میره فردوسی غربی شرقی، راست میره غربی میدون هفته تیر، مستقیم هم که میره خرم‌آباد. از شهسوار به 2000 3000 2-3 تا راه هست. 3 تا دو تا راه هست. یکی از تو کهربندی و زنگش محله و طیب محله و اونوری میره به کشکو. یه دونه هم از همین خرم‌آباد. ما امروز قرار قلعه گردن اینا هم بریم. جز خرم‌آباد دیگه.
بریم یه دوری بزنیم. دبستان شاخوسکوتی، شهدای شاخوسکوتی. خرم‌آباد شنبه و سه شنبه بازاره، صبح تا ظهر. یه روز مرداد ما رفتم، اینقدر دیگه گرم بود اصلا هیچکی نیومده بود. یه دونه ولاگ بازار رفتگیش هم طلب شما. از شهرسوار رانندگی هم گذاشتم دیگه، تو پلیلیست شهرسوار هست. اگه زیر این ویدیو نذاشتم لینکشو شما خودتون میتونید تو پلیلیست پیدا کنید. اینجا هم دیگه جزو شاخوسکوتیه. اون پلی که رد کردیم بالاش کمربندی بزرگ شهرسوار بود. کمربندی که از افشوره میخوره به ولی‌آباد. هم رانندگی تو شهرسوار رو گذاشتیم، گردش تو 2000 داریم، رانندگی رامسر به چیز داریم، به شهرسوار رو داریم. ولاگ شهرسوار و عباس‌آباد هم گرفتم، هنوز نذاشتم. دوشنبه بازار ماهی فروشان. این هفته قراره چیزم برم، گردش داخل شهرش هم برم. حالا فکر کنم بارونه، تو بارون براتون میگم. ماهیش محدودیتی نداره. اون سرعت گیر بود، اونجا شاخوسکوتی بود. من مدرسم دبیرستان خرم‌آباد بود. خرم‌آباد داستان زیاد میومد. الان یه رانندگی توی خرم‌آباد میگیریم، هلوش و شهر. تو مدرسه مونم نشون. اینجا میدونبار خرم‌آباده. این یه فری الان میخورد رد کردیم، چون رد میکنی یادم میاد. اینجا کبود کلایه یه امامزاده ای هست. یه دوستان خاطرات بد زیاد ازش دارن، خاطرات فوتون هست رو همه رفتگان شد. خرم‌آباد تا شهرسوار زیاد راه نیست، فکر کنم 5 کیلومتر 6 کیلومتر 10 کیلومتر هم. شهرسوار قبلا خیلی بزرگ بود، از رامسر و از شیرود شروع میشد تا کلارآباد هم حتی جزو شهرسوار. وقتی عباس‌آباد جدا شد دیگه شامل نشتارود و همین خرم‌آباد و اینجا خرم‌آباد سلمان هراتی شاعری بود، اینجا مقبره شاعر فقید سلمان هراتی. سنگرمال و مزرک و اینا دست راست میره. مستقیم هم که میریم مرکز شهر، میریم مرکز شهری دور میزنیم. خاصی از خرم‌آباد به یادم نمیاد، نه اینکه نداشته باشه. این مدرسه ما تو همین کوچه است. استعدادهای درخشان شهید بهشتی. میرم یه سر بهش میذارم. فعلا بریم، ما کارهای واجب‌تر داریم. این میدونی که جلوی ماست میدون اصلی خرم‌آباده.
ما یکم مستقیم میریم، یکم راست میریم، بعد میریم چپ، یکم چپ میریم، بعد راست به سمت قلعه گردن بخوایم. امروز همشهری ما هم عجله است، من نمیدونم چه خبره. امروز پنجشنبه است، پنجشنبه 20 شهریور ماه. من یادم رفت تکنیکه. پس دست راست قلعه گردن، دست چپ میخوره به دوباره کمربندی و پسکلای کوچیک و فهمیدیم یارو موبایل داشت یا جدی تر بگیم. این طرف میخوره به امامزاده شیرعلی. این دوشنبه و سه‌شنبه بازار تقریبا از همینجا شروع میشه. سری اومدم دیدم اینجا بساط کردم. کامیون کجاست؟ خود شهرش زیاد بزرگ نیست، بافت شهریش. ما تو یه جایی میریم دور میزنیم. این بر جاده رو من خیلی سال نیومدم، طرف آقای شیرعلی رو، امامزاده شیرعلی. پیش تو ذهنم بودی خیابون خورده گشادتر. الان ما اینجا دور میزنیم چون یه جاده محدیه. ماشینی که الان اومد اینجا طرف شنبه بازار و سه‌شنبه بازار. ما بچه بودیم می اومدیم بازارش مرسی راهنما عقب رو نگاه میکنیم. میدون اسمشو خلشگر خلبان بولوار اسمشه. حسین خلدبری اون که میشناسیم تو رامسر ورودیش یه دونه ماکت جنگنده هست. ماکت ایشون ما رامسر افتخار شهرسوار بود. اون موقع اون قسمت جدا شهرسوار بود. قدیم خورم بود بازار از همین میدون شروع میشد. ما بچه بودیم میومدیم اینجا بساط میگردیم، یخ در بهش میفروختیم. اینجا بود ادامهش تو همین خیابون راسته بود. اون سمت اون کلان فرمانده نوشته تو همین. خیلی بازارش وسیع و شلوغ، مثلا یه هیجان خاصی داشت. تا ظهر بود بازارش. ادامه خیابون میخوره به پسکلای بزرگ کمربندی به شهرسوار راه داره. یعنی خواستن خوره‌آباد برن کمربندی از راه خلوت‌تر برن از این ولی اون جاده که ما اومدیم و نمیاد. اون جاده اصلی هست برم. تقریبا ما دور میزنیم چون میخوایم بریم قلعه گردن. براتونم منظره زیبای قلعه گردن و جاده 3000 اینا فیلم بگیرم.
شهسواریا یه زبان خاصی صحبت میکنن، به گیلکی نزدیک هست ولی یه تفاوتایی داره. اینم تیلر کشاورزی، ما بهش میگیم تیلر. یه تفاوتایی داره، یه لهجه خاص خودشه. مثلا گیلکیه، مثلا اینجا رو میگیم ایجار، مثلا شرقی گیلا میگه ایجه، مثلا یه ر داره ایجار. حالا من زیاد دقیق بلد نیستم صحبت کنم ولی متوجه میشم مثلا درصد. بهش نزدیک است، بهش تقریبا میگن گیلماز، هم ترکیب گیلانی و مازندرانی. حاجی چراغ میزنه برو کنار. کجا برم؟ سراغ قبرت برم؟ حرف واسه بودم پس راست کجا میخوایی بری؟ اینم که اون میدون اصلیه. ما بریم مدرسه همون رو بهتون نشون بدیم، یه پوزی بدیم بهتون. چونش که آینه نگاه نمی‌کنم، نمیدونم چی رو چه خبره. اسکای خرم‌آباد اینجاست. ما اینجا مدرسه تعطیل میشد مثل گله آدم می اومدیم. مدرسه همون خیلی تغییر کرده. یه بار من اومدم یادش بخیر 4 سال خاطره برام زنده شد. این مدرسه ما مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی. الان کلاس فوق‌العاده باید داشته باشه. ما رو سرویس کردن تابستونا. اینجا مدرسه صنایعی است، دبیرستان صنایعی. ما از این خیابون میریم دوباره تو میدون چیز جاده اصلی براتون فیلم میگیرم. از این سمت راست به قلعه گردن راه داره ولی چون هدف ما نمایش شهر و ایناست دیگه یه خود راه رو دور میکنیم. امتحان هماهنگ دبیرستان و سال سوم میومدیم صنایع امتحان میدادیم. بعد کلاس مدرسه ما به نسبت اونا درسشون یه خورده بهتر بود. بچهای صنایع کنار ما میشستن اما تقلب میخواستن، نمیدونم یا مثلا خیلی زود بلند میشدن. امتحان ما میمونیم خدای ورق آچار اضافه میگرفتیم، اینا بلند میشدن تحویل میدادن. میریم سمت راست به سمت قلعه گردن و 2000 و 3000. پلاک شهسوار اول 72 دال بود، بعد شد 82 تا الان 92 داله. از خود همون شیرود تا کلارآباد همین پلاکه، واسه همین سه تا رقمه. یعنی پلاک دیدی مال شهسوار نیست، ممکنه مال عباس‌آباد، مطلقو، همین خرم‌آباد، سلیمان آباد میشه. تقریبا گفت غرب مازندران پلاک اینه. هم شهرداری خرم‌آباد. واقعا داخلش داری رانندگی میکنی احساس میکنی شهر گنجایش هم ماشین رو نداره. البته این فقط این شهر نه، همه شهرها.
جاده‌ای که بهتون گفتم از اون مدرسه صنوعینا از اینجا در می اومد، از این دست راست ما. گوجه سبدی 13 رو به گوجه منظورشه. ما این جاده رو از قلعه گردن رو رد میشیم، حالا اونجا میرسیم با توضیحات بهتون میدم. از قلعه گردن رد میشیم میریم تا دورایی که به 2000 میره، دوباره برمیگردیم براتون قلعه گردن رو میگیریم. تونکابون اسمش از قلعه تونکا اومده، یعنی بالا اسمش یه قلعه بود، تونکابون. بون منظورش پایینه. قلعه تونکا منظور جای تونکابون منظورش که پایین تونکا، پایین اون قلعه تونکا. شهسوارم که حالا دوستان معلم رو تعریف کرد، حالا خودم هم تعریف نکردم باستش. شهسوار میگن این پادشاهی اومده بود، حالا پادشاهی چه دوره‌ای بود، انگشترش میفته یا مثلا سوار اسب میخواد بشه میگن کجا، میگن شهسوار، جایی که شاه سوار شد. اسم تونکابون قدیمی تر از شهسواره، ولی شهسوار راحت تر رو زبون میچرخه. تونکابون شهسوار، تونکابون شهسوار. این 3 بخشه، اون 4 بخشه، معلومه یه خورده. تو قدیم هم این مد بود که پاریس کوچولو، تقریبا همه شهرها میگفتن پاریس کوچولو، به شهسوار هم میگفتن پاریس کوچولو. بعد هر کی مال هر جا بود میگفت بچه کریم آباد آمد. بعد ثبت هوا اعلام کرده بود کریم آباد دیگه جا نداره، لطفا اعلام نکنید بچه کریم آبادی. داستانایی تو فیسبوک و اینا بود، اینستا 360، فیسبوک، کلوب.com، داشت همه ما بودیم. چیزی رو جا نمونه. بعد اون یا مسنجر موقع تبش خیلی داغ بود، تعداد آنلاین و اینا یاد آمد. بعد تازه ADSL گرفته بودیم، لپتاپ نبود، کامپیوتر خونه بود. اون قلعه گردن می‌بینی اون خونه ساختمون هتل خونه چی جادهش مشخصه اونجا قلعه گردن. بعد یارو مثلا پشت سیستم مثلا یا مسنجر یه دونه استاتوس میذاشت که پشت سیستم نیستم، چراغشو روشن میذاشت ولی جلوش مینوشت که نیستم. مثلا مشخص بود که ADSL داره، پول اینترنت نمیده، یک سر وصل. به قول چیز سینه کش قلعه گردن شروع شد، سراشیبیه. اینجا ما بچه بودیم یادم بود یک کامیون همین سر پیچ، ماشین پیکان هم بود اگه اشتباه نکنم، همینجا رفت سبقت کامیونه اومد سوارش شد. یه خانواده رو کلا پرس کرد، تمامی خیابون همه خون بود. هیچ موقع تو ذهنم نمیاد اینجا میام یاد اون حجم خون و له شدن از این بنزای نارنجی هست، از اونا بود راحت سوار ماشین میشه. یه خانواده رو کلا پرس کرد. یه فیلمی هم بود شاخه گلی برای عروس، اگه اشتباه نکنم امین حیایی بود. امین حیایی
زیبایی از اینجا خیلی چیز ساختن اینا، مجتمع تفریحی که رستوران فست فود اینا قبلا انقدر نبود. گفتم ما این جاده رو تا چیز میریم، تا دورایی بین 2000-3000 میریم. حاجی داره با موبایل صحبت میکنه. دوباره برمیگردم براتون اینجا رو منظره رو براتون فیلم میگم. ماشاءالله پرآب هم صداش میاد. اینجا یه پینتبال داشت، نمیدونم هست یا نه، بریم ببینیم. با بچه ها میبودیم اینجا پینتبال چپ جاده بود. من این جاده رو خیلی وقت نیومدم، حداقل 4 سال است. اگه 2000-3000 هم خواستیم بریم از اون سمت میریم. ولمرود پینتبال اینجا بود، همینجا بود. یه ولاگ 3000 هم به بچه ها قول دادم، چشم انجام وظیفه میکنم. یه خورده برنامه های ما پاتی پاتی شده. پینتبال اینجا بود. جذاب و دیدنیه این منطقه. قلعه چیز، قلعه گردن، قلعه رودخان، علاوه بر قلعه گردن اینجا گرماپشت هم هست. روستای گرماپشته اینجا چیز آب هم هست، شنا، محل شنا. گرماپشته از اینجا میرن. شاید برگشت یه دور رفتیم زدیم با هم اونجا. دوستان این مسیر میایم جاده محلیه، میبینید، خورده احتیاط کنید، آشنا نیستن. الان مثلا اون بچه رو اونجا آویزون کرده 89 نمیدونم کجا، اونم 79 بکنم با قزوین باید باشه. کار بسیار خطرناکه. این مورد ما بیمارستان زیاد داریم، نکنید این کارو. چکترین فرمون چی خدای نکرده بچه پرت میشه پایین. اینم سرایی که یکم جلوتر دقیق نیست، سرایی که میره به سمت 2000-3000. ما اینجا رو دور میزنیم این جایی که قرار بود گرماپشته و قلعه گردن رو براتون میگم. میدان کوهنورد میکنم، عکس کوهنورد کارم. ولاگ 2000 هم خواستی لینکشو براتون پایین میذارم. اینجا رو یادم نیست تو باشه. از همینجا شروع شد، دقیقا از همین قبل میدون ما این 2000-3000 این تابلوشو ما میریم سمت خرم‌آباد برمیگردیم. اینجا دیگه تکرار و مکرراته. حد میکنم گرماپشت احتمال برم براتون بگم، یکی از گرماپشت قشنگ بود.
عطر 2000 میده رودخونه اصلا. همون رودخونه‌ای که نزدیک به میدان کوهنورد بود. بریم سمت گرما پشتم یه دور ریزی بزنیم. روستای قشنگه، یه دونه مخابرات داره، مولا اون دکل مخابرات. ما خیلی بچه بودیم میومدیم سیزده بدر اینجا، خاطر ارتفاع زیادش شلوغه. این گیاهای زردم که کنار جاده میبینیم بهش میگن گل سیب زمینی. کام دیدین شقاقل باش هم ترشی درست کنم، هم مربا، مال این گلای زرده. بچه ها موقع عکاسی میکردیم اینجا برای زیاد میمانیم، مخصوصا فصل برنج و اینا، شالی کاشتن. اینو میبینین سمت راست یه دونه سقلو باید اونجا جلوتر باشه، اینجا بهش میگن کندوج، ولی خانم امینا لایجان بهش میگن تلمبار. قدیم برنجو اینجا نگه میداشتن، برنجو با خوشه. مثل الان کارخونه برنج و اینا نبود، موقع از این کمباین دستی ها بود. چه گاو خوشگلی هست. موقع دستی بود، واسه اینکه مثلا همه دستگاه خرمن نداشتن و اینا، اونجا با ساقه توش ذخیره میکردم و چون ارتفاع زیاد بود نم و رطوبت نمیگرفت. چقدر اینجا خونه ساختم. اینجا آروم هست، به حال منطقه روستاییه دیگه، رفت آمد به نسبت شهر سکوت هست، گرمه. من میبینم همشون اسپریت دارم. ما دیگه دور میزنیم. هدف زیارت جاده زیبا شد. نه اون سمت هم کندوج داره، کیوی کاشتن، برنج خوش کردن. اینجا ما تقریبا دیگه دور میزنیم میریم برای قلعه گردن، اونجا براتون فیلم بگیرم. این هم قلعه گردن آره‌آباد. بام شهسوار همه رو گفتن ساختن، این بام نمونده. چرا مجوز بود؟ همه هم آشغال اینا بود. این هم منظره زیبا از شهسوار، دیگه ساختمونی نمیذاره.
اینجا منظره بهتر. ورودی آبشار اینجا طبیعی بوده، حالا این روشن کارو ساختن طبیعی بوده. حالا بریم پایین تر هم براتون ویو بهتر بده. مجدد ویو زیبایی از شهر